سلام به همراهان همیشگی کانال آن سوی جنایت. من آرزو هستم، راوی پرونده هایی که پشت دیوارهای ساده آپارتمان ها اتفاق میفته. امشب در این قسمت ویژه قرار نیست قصه‌ای تخیلی بشنوید. قراره پای یک فاجعه واقعی بنشینید. فاجعه‌ای که در غروب جمعه 7 آذر ماه 1404 در یکی از واحدهای آپارتمانی محلی پردیس بندرعباس رخ داد. ماجرایی که با یک کیسه خرید شروع شد و با 3 جسد تموم شد. بیایید بی مقدمه بریم سر اصل مطلب. اون جمعه هوا رو به خنکی میرفت. حدود ساعت 7 شب بود که همسایه ها صدای داد و فریاد شدید رو از واحد شماره 3 شنیدن. اولش خیلی جدی نگرفتن. پیش خودشون گفتن که زن و شوهرن دیگه، دعواشون میشه. اما صدای جیغ‌های وحشتناک و بعد از اون صدای مهیب شلیک گلوله روی پا کرد. تا رسیدن پلیس همسایه ها خودشون رو به در رسوندن، اما کسی جرأت باز کردن در رو نداشت. ماموران وقتی به محل رسیدن و به زور وارد شدن، با صحنه روبرو شدن که کمتر کسی در عمرش دیده بوده. محسن حقیقی 33 ساله، مرد خانه، با همون لباس کارش روی زمین آشپزخونه افتاده بود. همونطور که در روایت اولیه گفتیم، کیسه خرید کنارش بود، یعنی تازه از سر کار برگشته بود و حتی فرصت نکرده بود لباس عوض کنه. یک تیر به شقیقش خورده بود و خیلی زود جان باخته بود. چند متر اون طرفتر جسد همسرش فاطمه کارپرداز 30 ساله افتاده بود. نکته‌ای که برای پلیس عجیب بود، لباس خواب فانتزی و خاصی بود که فاطمه به تن داشت. لباسی که نشون میداد اون برای اون شب برنامه غیر از یک شب عادی داشته. پیکر فاطمه چندین جای گلوله داشت، اما ماموران وقتی به اتاق خواب رفتن همه چیز براشون روشن شد. جسد یک مرد میان سال به نام رضا 45 ساله رو پیدا کردن که روی تخت افتاده بود. رضا کاملا برهنه بود و با چاقو و چند گلوله به قتل رسیده. با توجه به اینکه محسن با لباس کار و خرید پیدا شده بود، مشخص بود که پا به خونه گذاشته و ناگهان با صحنه‌ای مواجه شده که هیچ مردی تحملش رو نداره. خب برای اینکه بفهمیم چطور به این نقطه رسیدیم، باید 12 سال برگردیم به عقب. محسن و فاطمه حدوداً 12 سال پیش با هم ازدواج کرده بودن. زندگی عادی و آرومی داشتن و صاحب 2 فرزند شده بودن. همسایه ها می گفتن که اونها آدم های ساکتی بودن و تا اون شب هیچ کس صدای دعواشون رو نشنیده بود. اما این زندگی آرام یک قاتل خاموش داشت: فشار اقتصادی. محسن کارش رو در قسمت حراست یک سازمان انجام میداد. حقوقش کفاف مخارج زندگی رو نمیداد. برای همین مجبور بود بعد از شیفت کاری با ماشین شخصیش مسافرکشی کنه و در اسنپ هم ثبت نام کرده بود. محسن مردی بود که تمام تمرکزش رو گذاشته بود روی تامین معاش خانواده‌اش. از صبح تا پاسی از شب کار میکرد. خستگی مفرط نه جونی برای خودش باقی گذاشته بود و نه وقتی برای همسر و فرزندانش. این خستگی و دوری کم کم تبدیل به یک حفره عاطفی بزرگ در زندگی فاطمه شد. از طرفی فاطمه یه زن خونه‌دار بود که توقع داشت شوهرش بیشتر در کنارش باشه. اون نیمه خالی لیوان رو میدید، نه نیمه پر اون رو. محسن اونقدر خسته بود که توان برآورده کردن نیازهای عاطفی و جسمانی همسرش رو نداشت. و درست در همین نقطه ضعف بود که رضا وارد زندگیشون شد. رضا مردی 45 ساله، هیکلی شکسته و بیکار و معتاد بود. از هر حیث حتی به گرد پای محسن هم نمی رسید. اما رضا یک برگ برنده داشت: وقت آزاد بی حساب. رضا بیکار بود و همیشه در دسترس. هر زمان که فاطمه تماس می گرفت اون سریع خودش رو می رسون و بعد از مدتی سریع و یواشکی می رفت. فاطمه برای اینکه بچه‌ها سر راه نباشن، اونها رو به بهانه بازی پیش دوستان و آشنایان می برد و برمیگشت تا با رضا خلوت کنه.
این رویه مدتی ادامه پیدا کرد تا اینکه سرنوشت نقشه دیگه‌ای کشید. در روز حادثه محسن طبق معمول برای شیفت کاریش آماده شد و از خونه خارج شد. فاطمه به محض اینکه مطمئن شد اون رفته به رضا پیام داد و گفت بیا که اوضاع شد. رضا به سرعت خودش رو رسوند و فاطمه هم بچه‌هاش رو پیش دوستش برد و برگشت تا با رضا خلوت کنه. فاطمه لباس خواب فانتزیش رو پوشید و چشم به راه رضا بود. اما تقدیر این بود که همون شب یکی از همکاران محسن به اون زنگ بزنه و بگه که نیازی به اومدن نیست و کارش ردیف شده. محسن که خوشحال شده بود میتونه شب رو در کنار خانواده‌اش باشه، ماشین رو برگردوند. جلوی مغازه‌ای سر کوچه ایستاد تا برای بچه‌ها خوراکی و تنقلات بخره. اون با کیسه‌ای پر از خرید از پله‌ها بالا رفت و جلوی در آپارتمان یک جفت کفش مردانه غریب دید. با خودش فکر کرد که شاید مهمون دارن، اما زنش که چیزی به اون نگفته بود. کلید رو در قفل چرخوند و وارد شد. به محض ورود صدای نفس‌های سنگین و خنده‌های زیر لب از اتاق خواب به گوشش رسید. محسن باورش نمی‌شد. اون لحظه خستگی سالها کار، خرج زندگی و دوندگی یک جا تبدیل به خشم کور شد. چشماش را خون گرفت. اون به آشپزخونه رفت و یه چاقوی بزرگ برداشت و بدون اینکه حتی یک کلمه حرف بزنه در اتاق خواب رو باز کرد. رضا و فاطمه غافلگیر شدن. محسن که در رو باز کرد صحنه رو با چشماش باور نمی‌کرد. لباس خواب همسرش و برهنگی رضا همه چیز رو در همون اول روشن کرد. محسن با چاقو به سمت رضا حمله ور شد. اونقدر سریع و خشمگین که رضا فرصت دفاع نداشت. ضربات چاقو یکی پس از دیگری بر بدن رضا فرود اومد و بعد از اون که محسن مطمئن شد کارش تموم شده، کلت کمریش رو که مربوط به محل کارش بود در آورد و چند تیر خلاص هم به بدن. فاطمه از ترس جونش خودش رو به پای محسن انداخت. گریه میکرد و التماس میکرد. محسن به من رحم کن. غلط کردم، اشتباه کردم. به خاطر بچه هامون منو نکش. هر کاری که بگی میکنم. راستش رو بخواید همینجا دست من وقتی دارم این سطرها رو براتون مینویسم میلرزه. چون میدونم که خیلی از شما که پای این ویدیو نشستید شاید خودتون روزی طعم دلخوری، خستگی مالی یا حتی شک رو چشیدید. شاید تو ذهنتون دارید فریاد میزنید محسن نکن، به بچه‌هات فکر کن. دقیقاً به خاطر همین حس مشترک انسانیه که من هر هفته پای این پرونده‌های تلخ میشینم تا گوشه‌ای از واقعیت‌های پنهان جامعه خودمون رو براتون روایت کنم. اما راستش رو بخواین ساختن همین چند دقیقه محتوا شب‌ها تحقیق و روزها ویرایش میخواد و گاهی اونقدر غرق این قصه ها میشم که یادم میره دارم با چه کسایی حرف میزنم. پس اگه تا اینجای داستان با من بودید و دلتون برای اون 2 بچه بیگناه سوخت یا اگه دوست دارید باز هم از این پرونده های ناگفته بشنوید، لطفاً دیگه معطل نکنید. همین حالا دکمه سابسکرایب رو بزنید و کنارش زنگوله رو فعال کنید تا اپیزودهای بعدی رو از دست ندید. اگه این داستان تلخ به دلتون نشست، یه لایک بزنید تا این روایت رو به گوش آدم‌های بیشتری برسونیم. قول میدم بعد از این مکث کوتاه با قدرت برمیگردیم به آخرین ثانیه‌های زندگی محسن، جایی که تصمیم‌های ناگهانی سرنوشت ساز میشن. پس از شما عذرخواهی میکنم بابت این ایست کوتاه، اما حمایت شما برای من مثل اکسیژنه. حالا بیایید به اون اتاق خواب برگردیم، جایی که انگشت محسن روی ماشه در حال لرزیدنه. محسن یک لحظه به چشمان فاطمه خیره شد، همون چشمایی که روزی عاشقانه به اون نگاه میکردن، اما دیگه هیچ چیزی در اون نبود جز ترس. اون نفس عمیقی کشید و انگشتش رو روی ماشه فشار داد و فاطمه هم روی زمین افتاد.
در سکوت وحشتناک که بعد از گلوله ها به وجود اومد، فقط محسن نفس میکشید. او مطمئن شد که رضا و فاطمه دیگه زنده نیستن. بعدش با خونسردی عجیبی تلفن رو برداشت و با خانوادش تماس گرفت. به اونها گفت که چه اتفاقی افتاده. آخرین جملهش این بود: هوای بچه‌ها رو داشته باشید. و بعد قبل از اینکه کسی بتونه جلوش رو بگیره، اسلحه رو روی شقیقش گذاشت و ماشه رو کشید. صدای آخرین گلوله پایان این ماجرای تلخ بود. وقتی مأموران وارد شدن، 3 جسد بیشتر نبود. یک مرد خیانت دیده، یک زن خائن و یک مرد ولگرد. پرونده محسن و فاطمه از نظر قضایی مخفی شده است، اما از نظر انسانی یک فاجعه تمام عیاره. 2 بچه‌ای که خبر ندارن پدر و مادرشون چه بر سرشون اومده، حالا بدون سرپرست موندن. این ماجرا به ما نشون میده که خیانت همیشه به خاطر پیدا کردن یه فرد بهتر نیست. گاهی به خاطر پیدا کردن وقت بیشتره. رضا هیچ چیز بیشتری از محسن نداشت جز اینکه بیکار بود و در دسترس. فاطمه میتونست همون وقت و انرژی که صرف رضا کرد برای بهبود رابطش با محسن خرج کنه. میتونست با یه شغل پاره وقت بخشی از بار مالی خانواده رو برداره تا محسن کمتر کار کنه و بیشتر در خونه باشه. اما اون راه آسون تر رو انتخاب کرد و چه پایانی براش نهاد. و محسن کاش اون لحظه خشم خودش رو کنترل میکرد. کاش ماشه رو نمیکشید. اگه اون قانون رو وارد میکرد الان زنده بود، بالای سر بچه هاش بود و فاطمه پشت میله های زندان هر روز به حماقت خودش پی میبرد. اما جنون آنی فرصت فکر کردن رو از اون گرفت. دوستان من، این یک روایت تلخ واقعی بود. از شما میخوام اگه از این نوع محتوا لذت میبرید و دوست دارید پشت پرده جنایت‌های دیگر رو هم ببینید، حتما کانال آنسوی جنایت رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید. با یک لایک به من انرژی بدید تا پرونده های تازه تری رو براتون واکاوی کنم. خوشحال میشم نظراتتون رو در بخش کامنت ها بنویسید. به نظر شما تقصیر این فاجعه بیشتر به گردن فشار اقتصادی بود یا تصمیم اشتباه فاطمه یا عدم کنترل خشم محسن؟ منتظر خوندن نظرات ارزشمند شما هستم. با آرزوی آرامش برای اون 2 کودک بی‌پناه تا پرونده بعدی، جایی که حقیقت دوباره خونده میشه.